چطوری؟ خوش اومدی به این ویدیو. اسم من مرسد هستش و از ویدیو خوش اومده باشه. امروز اومدیم بریم با هم آموزش ساختن اسکین ماینکرافت رو بهتون میدیم که چطوری با اسکین شخصی واسه خودتون درست کنید. بریم واسه شروع ویدیو. خب بچه واسه شروع ویدیو اول باید یه برنامه رو نصب کنید که این برنامه میتونید از خود ماینکرافت هم نصب کنید. حالا بیاد تو جستجو در بازی ها و برنامه می نویسید اسکین. نویسید اسکین خودش بالا میاره. خب بچه حالا بالا این اسکین برنامه که من بخوام بهتون بگم، این برنامه موک بوکس اسکین برای ماینکرافت. این برنامه هستش که خیلی کاربردی واسه خود ماینکرافت به کار میره. حالا این برنامه نصب کنه 39 مگابایت بیشتر است. حالا برید تو برنامه. بچه وقتی که تو اومدید توی برنامه این بر روی صفحه واسه تو آموزش میده. حالا شما توی بغل خود وقتی که هم چیز زدی اینجا واسه تو بیاره که چه اسکینه واسه خودتون درست کنید. حالا شما گزینه استارت رو میزنید. بیا واسه آموزش. اول شما اگه بخواید واسه خودتون اسکین انتخاب، اینجا میتونید واسه خودتون چه اسکین انتخاب کنید که واسه مثلا اسکینتون مثلا بخواید لباسی رو بزنید میتونید پوستش رو معلوم کنید، مثلا دیرتی باشه، رنگی، کامن بلاک یا هر رنگ از جنس طلا باشه. تو این بخش اینجا واسه تون چشم میاره که چه چشمایی میتونید واسه بازیتون بزنید. مثلا من میخوام این چشم رو بزنم. حالا میام مدل مو رو شما میتونید الان مثلا من میخوام مثل دوست دریایی بزنم. من دوست دریایی میزنم. خیلی باحال شد. ولی خب حالا میگه شما میتونید ماسک بزنید یا عینک. حالا اینجا هم عینک داره. شما میتونید هم عینک بزنید، هم اینجا هم میتونید عینک سینمایی بزنید، همه چی. حالا اینجا گزینه کلا داره. این کلا گزینه ماسکه، یعنی شما میتونید روی صورتتون ماسک بزنید که خیلی باحاله. هر ماسکی رو میتونید بذارید واسه خودتون. حالا به سراغ بویت میگه اینجا میتونید هر لباس دلتون بخواد میتونید واسه خودتون بگیرید و اوکی کنید. هر لباسی که دلتون حالا باید بره. حالا اینجا میتونید که هر شلواری که دلتون میخواد، چه شلواری دوست دارید، میتونید هر شلواری واسه خودتون انتخاب. خب همه اینا رو گفتیم به جز سیو کرد. چجوری آیا بازی رو سیو کنیم؟ واسه سیو کردن بازی کار نمیام. این بغل اینجا یه گزینه سیو داره. رو این گزینه فشار میدیم و رو گزینه موبایل کلیک میکنیم. حالا که رو گزینه موبایل کلیک کردیم، حالا میریم داخل ماینکرافت. خب بچه من میرم داخل ماینکرافت و وای میسم تا ماینکرافت هم بیاد. بعدا میرم سر. خب بچه ما برگشتیم. بچه وقتی که ماینکرافت اون بازی تو وقتی که بالا اومد، شما باید بیارید تو گزینه پروفایل کدوم گزینه هست؟ اینجایی که شما اسمتون میذارید یا همون جایی که اسمتون مینویسه اونجا رو باید گزینه‌شو بده. خب این گزینه که من دارم پروفایل میزنم، این گزینه رو میزنیم. حالا بچه این اسکین هایی که من خودم دستی واسه خودم ساختم خیلی خفنه اسکین من. اگه شما هم خواهید همچه اسکین هایی واسه خودتون بذارید حتما این ویدیو رو لایک کنید، زنگوله هم بزنید، سابسکرایب هم کنید. من توی بخش چند نفر گزینه اولیه رو میزنیم و دوباره میاد این گزینه زیرشون میزنیم. حالا وای میسیم تا این ماینکرافت بره توی موبایل. حالا وقتی که رفتی تو موبایلتون، شما اینجا اسکینی که یعنی اونجا درست کردین، این عکس الان مثلا اینا اسکین هایی که من درست کردم. حالا این عکسی که اولی که شما داره اینو میزنید، هرچی اسکین بزنید این شکل این عکس واسه شما میاد. حواستون باشه اگه اسکین اشتباهی رو بزنید بازیتون اون اسکین که دلتون میخواد واسهتون نمیاد.
خوب بریم بزنیم بریم چی میشه. بچه این واقعا یکی فکر نکنه الکی دارم، یه واقعیه. خب حالا 3 2 1 بفرمایید. اینم از اسکیل بود، چیز اسکیلی که ما ساختیم این بوده، اینم از اسکیل. خب بهترین اسکین هرچی هم دلتون میخواد میتونیش روش بنر بذارید، هرچی دلتون میخواد. اینم بچه از اسکینمون، اینم از آموزش امروز. امیدوارم از ویدیو خوشتون باشه. اگه از ویدیو خوشتون حتما لایک و کامنت رو بزنید، سابسکرایب چنل رو بزنید و زنگ بزنید فشار بدین که هر موقع میتونید واسهتون بریم. فعلا